حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه با بد شدن وضع در آن سوی دریای اومو به طور باید و شاید واکنش کرده در پس منظر بد شدن وضع افغانستان در تمرینگاه واقع در تاجیکستان در وقتهای آخر بیش از 20 مشق و تمرین و مانور حربی دایر کرده است. در این باره روز 8 نوامبر به ژورنالیستان در حوزه مشق نو نیروشیم برست و در تاتارستان فرمانده حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه گنرال پالکوونیک الکساندر لاپین خبر داد. به گفته گنرال روس این مانورها در تمرینگاه‌های لاهور، سنبولی، مومیرک و دیگر مشقگاه‌ها برگزار کرده شدند. او افزود که سال هنوز به آخر نرسیده است و مشق‌های دیگری در پیشند. گنرال لاپین گفت در این اواخر در پس منظر بد شدن وضع افغانستان همچنین تسلیحات و تکنیک حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با ماشین‌های جنگی نفترین BMP-2 مجتمع‌های سیار موشکی ویربا، автомат‌های کلاشنیکوف، کمان‌های سنایپری موثر کرد، اگنامیات‌های نفترین، ماشین‌های سانیتاری لینزا مسلح گردانیده شد. ماه نوامبر و دکامبر سال جاری این پایگاه باز با 30 تانک موثر T-72 BZM تقویت داده خواهد شد. نوسازی تسلیحات پایگاه روسیه در تاجیکستان در پس منظر شدتاً تغییر یافتن وضع در افغانستان صورت میگیرد. در افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی قدرت را جنگیان حرکت تندرو طالبان صاحب شدند. جنبش طالبان در اول ماه آگوست در پی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی توانست در بین همگی 10 روز قریب تمام قلمرو افغانستان را تصرف کرده روز 15 آگوست وارد پایتخت شهر کابل شود. اکثر شهر و ولایت‌ها از جمله کابل به طالبان تقریبا بدون جنگ تسلیم شدند. تنها ولایت پنجشیر از منطقه اندراب‌های ولایت بغلان به طالبان تسلیم نشد. در این دو منطقه نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود با ضد رژیم نو طالبان می جنگند. محور نیروهای این جبهه را تاجیکان افغانستان تشکیل می دهند.